اگر فکر میکنی مشهد فقط حرم و بازار داره اشتباه میکنی. بیا با هم یه سری به جاهای دیدنی و طبیعی این شهر بزنیم. اول پارک 7 حوض. 7 حوض طبیعی، انگار طبیعت نقاشیش کرده. کفش کوهنوردی یادت نره. بعدش باغ گیاهشناسی مشهده، جایی که 180 نوع گیاه دارویی داره. یه نوشیدنی خنک اونجا میچسته نه؟ اهل ماجراجویی هستی؟ غار مغان رو نباید از دست بدی، ولی تنهایی نریا، راهنما لازمه. وایسا ییلاقات رو گفتی؟ ترقبه و شاندیز، هوای خنک، غذای خوشمزه، خونه‌های روستایی. حالا وقت هیجان. چالی دره پر از تفریحاتیه که حسابی آدرنالین خونتو بالا میبره. آخرش هم یه پیکنیک تو جنگل وکیل‌آباد با هوای تازه و چای زغالی. مشهد یه دنیا جا داره که منتظر توه. کجا میخوای بری اول؟ هر جا میخوای بری قبلش حتما تور مشهد تو رزرو کن.